دعوت میکنم از استاد عزیز و ارجمندم آقای کیهان خانجانی. این جگرگوشگان پدر دارند، پیش چشم پدر پسر نکشند. فقط و فقط با تعدادی اندک از دوستان محترمانه و به شکل غیر مستقیم خداحافظی کردیم. آنها که به هر طریقی و به هر شکلی مستقل نماندند، به باندهای ادبی یا به نهادها پیوستند، چرا که بر این گمانی هنر و ادبیات را اقلیت می‌سازند و تولید می‌کنند و تأثیر می‌گذارند، نه اکثریت. چرا که معتقدیم کمیت است، کیفیت و این دو هیچ ربطی به هم ندارد. چرا که معتقدیم هنرمند نباید شب و روزش را در رسانه‌های مجازی بگذراند، خلوت نوشتن را از دست بدهد. آنگاه حد اکثر داستان نویس خواهد بود، نه نویسنده. بند محکومی. 1001 حکایت دارد زندان لاکان رشت. 1000 تا را باور بکنند، این یکی را نمی کنند. یک شب در بند محکومین من باز شد، یک دختره را انداختند درونش. بند محکومین 25 اتاق داشت و 250 محکوم. تمام اینها نه به کاکل رئیس و پاس اصلی و زیر اشتیاق وکیل بند، که روی کاکل دوربین و آزمان و آخان میچرخید. دوربین بالای میله های زیر هشت همه را میپالید. دو طرف کله هر سه تا بلندگو 2 تا دوربین داشت. اژدهای 3 سر و 6 چشم مغز ما را میخورد. آزمان در اتاق 6 نفری 3 بود، با شاعر و خواننده‌اش درویش، انبار و اسباب بیارش شاه دماغ، شرخر و خرده فروشش بدلج و 2 خبربرش گاز و یک نفس، که همه وقت همه جا حاضر بود. آخان در اتاق 9 نفره 7 بود، با عمو وزیر، سیاه، افغان، روبا، پهلوان، رفیق مهندس، لیلاج که روز شب آخر کریدور کفخواب بود، و من امیلیانو زاپاتا. خانجانی هم کارهای کوتاهش خیلی خوب است. ممنونم.